خب همونطور که ما در مقاله به شما دوستان عزیز توضیح دادیم که چطور به صورت تصویری از طریق تنظیمات واتساپ خودتون بتونید به پروکسی واتساپ متصل بشید، اینجا عملی در دو زبان انگلیسی و فارسی ما این کار انجام میدیم تا دوستانی که هم زبان گوشیشون انگلیسی هست و هم دوستانی که زبان گوشیشون فارسی هست بتونن خیلی راحت این تنظیمات رو گیر بیارن و پروکسیشون متصل بشن. دوستانی که زبان گوشیشون فارسی هست از قسمت 3 نقطه بالا تنظیمات، فضای ذخیره سازی و داده روی پروکسی بزنید، این تیکه استفاده از پروکسی رو فعال بکنید و داخل گوگل هم سرچ بکنید به طور مثال دانلود پروکسی قوی واتساپ یا پروکسی برای واتساپ یا هر حالا موردی که فکر می‌کنید بهتره سرچ بکنید تا یک سایتی رو گیر بیارید که به این صورت یک لیستی برای شما گذاشته باشه. این یکی از این آی پی ها رو کپی کنید و در این قسمت پیست کنید. دقت کنید اگر حروف یا اعداد اضافه اینجا بود معمولا یک آدرس HTTP یا HTTPS پشت این آدرس قرار میگیره. شما اون رو پاک کنید که فقط آدرس میزبان پروکسی اینجا باشه و در نهایت این تیکه پایین رو بزنید و برگردید عقب. فقط دقت کنید ببینید نوشته فقط در صورتی که نمیتوانید به واتساپ متصل شوید از پروکسی استفاده بکنید. ممکن است نشانی آی پی شما برای ارائه دهنده خدمات پروکسی که واتساپ نیست قابل مشاهده باشد. چیزی که ما داخل مقالمون هم گفتیم دقیقا این بود که سعی کنید از پروکسی رایگان استفاده نکنید، چون این کار ممکنه باعث بشه که اطلاعات شما هک بشه. حتی مخاطبین شما هم ممکنه اطلاعاتشون هک بشه و این برای شما دردسرساز بشه. پس دقت کنید از هر پروکسی استفاده نکنید و یک روش دیگر رو گیر بیارید که بخواید حالا به پروکسیش متصل بشید. حالا ما این کار رو با زبان انگلیسی هم انجام میدیم و اون دوستانی که زبان برنامه و گوشیشون انگلیسی هست قسمت استوریج اند دیتا پروکسی تیک فعال و در نهایت روی پروکسی بزنید و این قسمت آدرس رو وارد کنید و تیک بزنید و بیاید بیرون و به همین راحتی. اگر اینجا کانکت رو دیدید بدونید که دیگه شما موفق شدید متصل بشید به پروکسی واتساپ. امیدوارم که این آموزش برای شما مفید بوده باشه. اگر سوالی داشتین یا آدرس همین سایتی که ما آدرس پروکسی برداشتیم خواستید داشته باشید میتونید خیلی راحت توی کامنت ها اعلام کنید تا ما اونو برای شما ایمیل کنیم. ایمیل خودتون برای ما بفرستید، آدرس ها حتما برای شما ارسال میکنیم. ولی کلا پروکسی واتساپ خیلی مطمئن نیستن که بتونید بهشون متصل بشید، چون من خودم قبل از اینکه برای شما اینها رو بیارم بالا خیلی چند تایی رو امتحان کردم، هم از طریق پروکسی که از داخل تلگرام گیر آوردم از طریق کانالاش و هم از طریق وبسایت ها هیچ کدوم متصل نمیشن متاسفانه. پس بهتره که از روش‌های دیگه امتحان بکنید که وقتتون الکی به هدر نره.